راست که خسبیده ای. چه شده است زنکا؟ برخیز. بند کرده اید اما مدام سختم کله ما بند میکنی. برو از دخترهایمان سر بزن ببین دامادها با آنها چه میکنن. دامادها با آنها چه میخواهند بکنن؟ اما کاری که تو با من میکنی. ای بابا بند کرده اید اما من رفتم. بابا جان برایم نخود آورده ای. من همینوی باد من نمی ایستد. نه پدر جان، آنها را از دیشب خیس کردم. ای بابا جان این یرگه از بس که بیکاره دائم بچه میکاره. چه میگویی پدر؟ روستای ما داروخانه ندارد. از اوی هم میگویی؟ بله. الان این گلبازی هم کاری شد کسبی شد. خوب است پدر. دامادای مردم همه چپون شدن تو برای من گلبازی میکنی؟ مرگ بر پوزت خورد. دخترم اگر از این یرگه راضی نیستی به من بگو. نه پدر جان، مرد خوبی است، مثل خر هم کار می‌کند. اگر آدم بدی است همین چوور میکنم دم حلقش. شب تا صبح فقط میمالم. چه میمالی بی پدر؟ گل میمالم پدر، گل. اب نداره بمال که جونت کندرد.